در ابتدا صحابه ها وقتی که نماز تراویح میخواندند استراحت میکردند و این استراحت در خود مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم آمده است. گفتند که خواه ذکر کند، خواه تلاوت قرآن کند، خواه سکوت کند، همش اجازت است. گفتند اهل مکه وقتی که 4 رکعت میخواندند طواف میکردند، خسته 4 رکعت نماز میخواندند و 7 دور طواف میکردند. برای اینکه 7 دور طواف تقریبا در 2-3 دقیقه به آخر میرسید. در اون وقت در گرد کعبه آدم کم بود، همین در مدت 1-2 دقیقه تمام میکردن. 7 دور میزدن، به جای استراحت طواف میکردن، با نماز شروع میکردن. اهل مدینه در زمان امام مالک ندارن، یعنی طواف در مدینه نیست. اونا چه میکردن؟ 4 رکعت نماز جماعت میشد، به جای استراحتش اونا طواف که ندارن 4 رکعت دیگه نماز میخوانن. بنابراین تا زمان امام مالک اهل مدینه هم نماز تراویح 20 رکعت میخواندن، بعد 36 رکعت شد. این 16 رکعت از کجا پیدا شد؟ این 5-4 رکعت 20 رکعت میشد. در مابینش 4 رکعت میخواندن به جای استراحت. 4 رکعت در اینجا، 4 رکعت در اینجا، 4 رکعت در اینجا، 4 رکعت در اینجا، خلاصه 16 رکعت دیگر میخواندن به جای استراحت خالی. بعد از اون یعنی که 20 جمع 16 36 رکعت شد. 3 رکعت ویتر میخواندن، 39 رکعت. اهل مدینه یا مدت 39 رکعت خواندن، باز این از بین رفت، بعد به 20 رکعت برگشتن. در جایهای ما همین ذکرهایی که یعنی که هست، تسبیح ها میخوانند. البته این تسبیح ها با همین صیغه ها وارد نشده است، لیکن معناهاش یعنی بعضی جمله هاش دعا هست، درست است، ذکر هست، درست است. به هر حال استراحت کنن خوبتر است، یعنی که آرام دم گیرن تا اینکه نماز برایشان ملال نشود. چون که قرائت قرآن کردند، ذکر کردند، دعا در داخل نماز هست. بنابراین 1 دقیقه 2 دقیقه استراحت یعنی شرط هم نیست. میتوانید یعنی پای در هم خوانید، میتوانید استراحت کنید. ما در بین 10 رکعت میخواندیم و در بین 10 رکعت یه صحبت میکردیم تا اینکه برای مردم ملال نشود و همزمان از احکام شریعت آگاهی پیدا کنند. بله، برای آنکه وارد نشده است از پیامبر صلی الله علیه وسلم یا از صحابه ها یا از تابعین چنین ذکرها وارد نشده است.